الله هم گپ نمیزنی؟ یکان گپی میگفتگی نیست. با خانه ما ندار آمدیم. زن و کودکم را چرا ترساندید؟ ما با زن و کودک کار نداریم. کو گپ زن؟ ایکته بغیر از ترساندن زن و کودک باز چه هنر دارد؟ من نمیدانم. بگو پشتیبان شما کیست؟ از پای کی هستید؟ یکان چیز نمیدانم. ایکته را باری اول از تو میشنوم. همین خیلی؟ خب گپ نزدنت به من پسند آمد. آدمی باوری ناک بودی، لیکن من هم متخصص ساحه خودم. سردارم، من باید به خونه روم. اکنون دو وظیفه داری اتینا، هم روزنامه و هم مرد ایون را یافتن لازم. هر دوشان رو بیابم، پروا نکنید. سردارم، اگر ملکه موافق نشود دیگر راه ها را نیز باید فکر کنیم. مثلا به درون ایکته آدمی میفرستیم. عجبا مرد وین میدونسته باشد که یگیت فرزندی اوست؟ نه به فکرم. اگر میدانست بر وقت میافت. یگیت هم ایکتی را دشمن خود میداند. آدم هایی که خانه او در آمدن از ایکتی میدانند. هرچی لازم باشد اجرا کن. در این موضوع به تو باوری دارم. حاضر باید که من روم. مهمان ها انتظارند. فهما سردار. میدانی چی؟ هرگز خیال نمی کردم که این دایره آتش روز ما را احاطه می کند. قمار بازی میکنی؟ پوکر 21 رولت با من حتما بازی میکنی. به بینای جناب آمده عکس ها میگیری. همین خیلی نه؟ از یک طرف این هم قمار است. قمار حیات. با خانه کی در آمده باشد ما نمیدانیم. زن و فرزندت را دیگران ترساندن، نه ما. حاضر به تو قاعده بازی رولت یگیت را میفهمانم. در تپانچه همگی یک تیر است. برای گپ زدن 5 امکان داری. البته اگر بختت خندد سر میکنیم. گپ میزنی یا که دوام میدهیم؟ من با تو دیگر گپ ندارم. حس میکنم که تو به من دروغ میگویی. برای دور دوم تیاری؟ دوستان ترک فکر ناآرام کردن وضعیت را ندارند. با فکرم سخن از مجلس بیرون است. البته من خودم را هنگام آمدن به استانبول از ارمنی های دوست حساب نمی کنم. آقای ارد، این آدم را دیروز در تلویزیون سخت ترساندم. زوین انسرجیان با صدتهای یافتش هستی دیاسپوری ارمنی را در خطر ماند. دعوای قتل عام را به میان گذاشت. در این مورد شما هم جواب میدهید. رفیقان، فراموش میکنید که ما همه در یک باطلاقیم و در یک دیگ میجوشیم. حاضر از جانب ما چی میخواهید؟
این آدم را کشیم؟ این کار مثل پیشین آسان حل نمی شود. قبلا روزنامه‌نگاری را کشتیم. امنیتی پروکراتور قریب فاش میکرد. دیگر فریب نمیخورند. فهمیده گیرید. همان سند را میخواهیم. به قریبی کمیسیون تاریخ شناسی میآیند. بحث قتل عام را باطل میکنند. زیوان هم اعضای این کمیسی است. حتی برای این کار قتل عام این سند را پیشکش میکند. حتی در پیش جهانیان. اما ما این را اجازت نمیدیم. این سند در کجاست؟ در یکی از وزارت‌ها در خزینه مخصوص نگاه می‌دارند. تنها کارمندان والا و زوین آنجا می‌درآیند. سند نباید به کمیسیه رسد. فهمیدم. ما میبینیم که برای شما چی کاری کرده میتوانیم. شما هم مانده شدید. دوست ها را به میمونخانه ببرید. وقت زیاد نداریم. چقدر زود شد همان قدر خوب است. با اجازت شما. خرسند کردید. خیر نباشد. هفتگانه را جمع کنید. اطاعت سردار. امتیازات کم می شود. 4 حق دیگر داری. به من بگو که ایکته کیست و به چی کار مشغول است. من هم مینه سرت را پاش نمی دهم. اگر دانم هم نمیگویم. تو بسیار صادق بوده ای. لیکن مینه سرت پاش خورد حیف می شوی. می فهمی؟ سه دیگر ماند. هیجان من می افزاید. من هم در اندیشه آینده هم. دوی دیگر ماند. برای گپ زدن حالا هم امتیاز داره. خب فکر کن. سخنی آخرینت. با سرم بار اول سلاح نمیمانند. بله، وقتی برایم جدا شده تمام شد. حاضر یا گپ میزنی یا دنیای فانی را الوداع میگویی. الوداع حیات فانی. کاش که با تو در یک صف می بودم. مردان اصیل را احترام دارم، لیکن ما هم قول داده ایم. ما قول خود را خلاف نمی کنیم. تا اینجا کارمان هوا و بازی بود. حاضر من زیر میکنم، آهنگ میافتد، سوزن تپانچه بارود را میسوزاند، تیر با آوازی زده میبراید، مینت را به دیوار پاش میدهد.
آخرین بار میپرسم گپ میزنی یا نه؟ پارانو خیر. تو حیف میشوی. هی باز چه گپ شد؟ من حاضر می آیم. تو یگانجا گم نشو. در حال می آیم. الو؟ الو آقای یگیت رو میخواهم. من یگیتم. بله؟ روزنامه رو میخواهیم وگر نزن و کودکت میمیرد. شما کی هستید؟ ایکته. به من گوش کن. آدم شما ثابت یا مابید در دست من است. سردارم یگیت ثابت را داشته است. ثابت را داشته است؟ ثابت برای ما قدری هم ندارد. خواهی کشته پرتو. ما از پی روزنامه ایم. الو؟ الو؟ ما گناه از من گذشت. حاضر یگیت ثابت را پوست میکند. آدمان شما میگویند که ایست! ایست! این دفعه نجات یافته، لیکن البته باز ما میخوریم. یک لحظه غافل مانی. تمام. این آدم در حقیقت کاردان بوده است. در حقیقت این پیکاس از هفتگانه است. بله، بار با دیدارش مشرف شدیم. سابق اخبارات چی؟ این سایه است. نام اساسیش گوکمن از آدمان مخصوص پیکاس است. این مرس است؟ بله. برای ثبت پوسیده ایستاده ایم. در این بین عکس ها عکس اتن هم است؟ این خدای جنگیان است. اتن نام دارد. یا اینکه مربی باغچه ملیکه. اون زنی که در باغچه کشته شد اون کس اتنا نبود؟ نه، ملیکه تربیه جاسوسی دیده است. مثل روباه زیرک است. از او که شبهه کردید آیلین خانم را بدام افکنده، شما را هم فریب داده است. مقصد اتنا چیست؟ یگیت را بدام خودشان افکندند و موفق هم شدند. یگیت را از پلیسی گرفتن. این دومی تیار کرده اتنا است؟ تو چی فکر کردی؟ یگیت را مخصوص سنجشی روانه کردن و فهمیدن که طرف ضعیفیش حلیمه است. و بعد پراکرور سوها رو به سویش تیله دادند. آنها هم خوب میدونستند که سخنی بدی نسبت حلیمه یگیت رو دیوانه میکند. با این نقشه از وظیفه دور کرده شد. تنها ماند. معلوم که از پوده دور شده رو گرگ میخورد. حیف که ما در غفلت ماندیم. دوستمان رو به گرگ ها دادیم. بدی کار هم بخبر بودن یگیت از این نقشه های آنهاست.
خوش آمدی جانم. خوش باشه. گرسنه‌ای؟ یگان چیز تیار کنم؟ نه گرسنه نیستم. یکی از محافظان نیست؟ فاتح رو با بخچه برد، حاضر می آید. غمگین می نمایی در مسئله پدرت. یگان چیز یافتی؟ نه به نتیجه پیشروی نیست. یک چیز پرسیدن میخواهم اما نمیخواهم که غمگینت کنم. مرحمت پرسیدن گیر. نخواد آدم فرزند خودش رو به یک مایزده دهد هیچ اقلام نمیگیرد. یعنی تو رو، فرزند خودش رو. من هم همین را فهمیدنی هستم. تا او را نیابم این معما میماند. لابای زنک نجیب، ما با کودکو برای خرید می رویم. الپرین دونر می خواهم می گوید. کار نداشته باشی بیا همراه رویم. کمی کار دارم. بر وقت تمام شود زنگ میزنم. اشتیاقتان به شما. آخر چرا یگیت؟ چرا ممدونه و یا دیگر نفر نه؟ در این حکمت باید باشد. نجیب سردار یگیت رو چقدر میشناسی؟ خوب میشناسم. مثلا پدرش رو میشناسی؟ خودش میگفت که یک مایزده است. او همین قدر میدانست یک روز از خواب میخیزی که همه چیزی میدانستگی دروغ بوده است. حیات چیزی عجیب است. تو چه گفتنی هستی؟ روی راست بگو. پدری اساسی یگیت مردیوین است، یعنی نویسنده همون روزنامه. البته که این رو او نمیداند. از تو از کجا میدانی؟ اجازه دید من بگویم. عملیات یگیت رومان سر کرده بودن. ملکه را نزد یگیت کی فرستاد؟ گفته که مردیوین را کشتند. پس میدانی که کی او را کشته است؟ دو نفری نزدیک بودش. آدم دست راستش پیسگار و شاگردش پیکس. پس حالات را ما چون خلاصه میکنیم. این دو نفر با قواهای اجنبی و شبکه های مخصوص مصلحت کردند. مرد ایون با آنها کاری نداشت. او برای جنگ بر مقابل چنین آدم ها سازمان را تشکیل کرد و از طرف دوستانش که با خارجیان زبانی کرده بودند کشته شد. همینطور نیست؟ عیناً همینطور. آنچه که به سر پدری یگیت آمده است به سر بابایش هم آمده بود. تشکیل کننده سازمان تشکیلات مخصوص بابا یگیت می باشد. خدایا خداوندا، حاضر تو مطمئنی که درباره یگیت ما صحبت داری؟ باور نکنی کفت و کاپ کن. نجیب این قصه 100 ساله. امروز یگیت در نقش اساسی. یعنی اینها خیلی پیش تشکیلات مخصوص رو به دست گرفتند؟ بله. ممکن به شما عجیب نماید. در آغاز ترقیات اتحاد حزب وطن دوستانه به سبزی اینها وارد شدند و با کارشان دولت بزرگ را محو کردند. بس نبود که تا امروز به همان ترقی پنهانی به همه شاخه ها وارد شدند. با چی راهی که نباشد به همه جا وارد شدند. حالا همه جا در دست آنها. در وقت بحران آسایش هم در همه جا باشند. پس تو در اینجا چیکار داری؟ مثل بیگناه گپ میزنی. از بیرون نفری شنوت فکر میکند که ذره گناه نداری. جنگ نکنید آقای دادستان. از بابسه از صاحب شیعه میکشد. تشکری زیاد. هیچ گپ نه ملکه خانم. کنی بیا جانکم، پدرت اومده است. بیا ببینید پدرش کی اومد. شربچه من آمد. هاپا شربچه من، پهلوان من، گریه نکن شیرینکی جانکم، من. گریه نکن. بچه هم را یاد کردم. خیلی خوشبخت است که تو بر این پدر دارد. انشاءالله چنین است. من برای فاتح یگان چیز تیار کنم. گریه نکن فاتح حکی من، زیبا حکی من. گریه نکن، گریه نکن جانم. پدرم باری هم مرا در بغلش نوازش نکرده است. یک بار هم سرم را سیله نکرده است. لیکن تو باید گذشته مرا تکرار نکنی.
بچه‌ام آمدی پدرت است. از اینجا برو. مایلش باشه، من حاضر میروم. خیز از اینجا احمق. خیز کنی خیز گفتم. احمق به من گپ نگردم. در خانه بغیر از همین دیگر چیز نیست. گپ نگردم گفتم. تو رو میکشم. من قاتل بکنی تو. قاتل. آخر تو رو تیکه تیکه میکنم. تیکه فهمیدی؟ تیکه میکنم. آخر ما با تو چی کردی؟ تو رو میکشم. گپ نگردم تو رو میکشم فهمیدی؟ گپ نزن. زبانت رو میبرم. گپ نزن احمق. تو رو میکشم فهمیدی؟ ای احمق. تو رو هم میکشم. بیا گفتم احمق نگوریز. یکی باشم چی شد اما که نازیم مرا خلاص کنم. تو نشان میدم. نترس مادرم رو میزنم. از این کودک مایده چی میخوای؟ عیب نیست مگر تو خودت کیستی؟ کاردار نشم. کنی این را به من ده. مگر میزیبت به این کار. شد بچم شد. نترس همش گذشت. اما که نازیم وای مادرم رو میکشد. یاری ده. نترس هیچ چیز نمیشه. خوراک فاتحه رو دادم. تشکر. خوب هستی؟ خوبم. به چشمم چند در آمد. چرا گریه کردی؟ بی‌ناموس. مرد بی‌ناموس. هر شب مادرم را میزد. بیچاره چقدر خدمت میکرد. فایده ای نداشت. تو رو هم میزد؟ بسیار. با تسمه به پشتم میزد. به یک جای تنگ مرا محکم میکرد. در تاریکی در اطرافم موشها دو و تاز میکردند. اینقدر عذاب کشیدنت رو نمیدونستم. گذشت. همش گذشت. اون آدم حال هم زنده است؟ مرد. در محله امکی نازیم بودند و من کمک کردند و خوب و گنده پالیس شدم. گوش کن. شاید امکی نازیم پدری اصلیت رو شناسد. یکون بار نزدش نرفته ای؟ چند سال شد که نزدشان نرفتم. اگر خواهی رفته با امکی نازیم صحبت میکنیم. چی گفتی؟ میشود. میرویم. رفتیم. سردارم در این بینا بودن ثابت رو از کجا دانستید؟ وقتی که یکی ثابت رو برد یک دوستمون خبر داد. خدا مدد کرده است. با آسانی خلاص شدید. تشکر. اگر سردارم نمی آمد قریب بود که مرا میکشت. کنی قراخون تو گزن عرض کریگریان برای چی آمده است؟ یکون چی فهمیده توانستی؟ معلوم است که برای بین ما و ارمنها تبر زدن آمده است. سردار تاریخ به ما فرصت غنیمتی را تقدیم داده است تا ما این دشمنی را از بین بریم. گوش کن ثابت، حالا ترکیه را شخصانی داره میکنن که فرصت و جسارت دارن. دیگر ما به خلقمان دولت نظامی را قبول نداریم و لباس آریتی را هم نمیپوشیم. بله نباید پوشیم. دولت باید شد که از جهت اقتصادی پر اقتدار تبدیل دادن کشور به منطقه دموکراتی راه است به سوی هدف. کشور دیگر وقت ندارد که برای جنگ صرف نماید. دیگر با سوی قصدها و عملیاتها مردم را فریب نمی کنند. همه نقشه و عملیاتهای ارگن کندو را برباد می دهیم. در منطقه راهبر صلح می شویم اگر نخواهند. و ترکیه یک
از کشورهای نقش اساسی داشته می شود. به فتنه‌جویان میگویم که این نه لایحه شرق میانه است و نه برگشت به عثمانی ها. اکنون با امریکا، روسیه و با اسرائیل میگویم که کار کردنی باشید. از این پس از ما میپرسید. طالع در طرف ماست. شکری بی پایان. شکر. این خیلی زمان در 500 و حتی 1000 سال یک بار می آید. سردار، هر امری که شما میدهید ما آماده ایم. در مسئله اراد به امنیت رساندید؟ نه هنوز. بچه ها جایش را معاین کنند، من هم میروم. آقای ثابت، جای نجیب سردار را فهمیدیم. با شما جواب. اطاعت سردار. انا همینجا محله که من کلان شدم. این بنا خیلی کهنه بود. در پایان میدان بازی ما بود. اکنون از آن چیزی باقی نمانده است. دنیا دیگر شده ایستاده است. با مثل ما یکی. بله. بیا رفتیم. اپا استاد ناظم در خانه؟ نه دادرم، آنها 2 سال پیش به محله بالا کوچیدن. تشکر به شما اپا جان. خیرت که به جای دور نکوچیدن. سلامت باشید اپا جان. تشکر زیاد. بیا بچم، کی را میپرسید؟ خاله خضر، شما مرا نشناختید؟ درست سر ببینید. یگید، خدا خیرت دهد. در کجاها میگردی؟ خاله خضر، چه حال دارید؟ که نازی آمدن. شما دیدید در کجا میگردی؟ مرحبا، به خانه در سلامت باشید. خوب شد که آمدی. خیلی شد که یک جای خوراک نخورده ایم. چیکار کنیم زنه؟ کار بسیار. لبای چی میخوای؟ بچه ها؟ با من کباب اسکندری بیاره. من یک تنور کباب عادی میخواهم. من هم تنور کباب میخوام. نجیب تو چی؟ نجیب؟ یک شوربا اگر ممکن باشه. فرما جناب. یکان گپ شد؟ نه، چی هم میشود؟ ما یک رفته دستم رو بشویم. این چه تصادفی خوبه؟ با فکرم اگر اینجا صحبت کنیم باکی ندارد. اطراف همه پر از ویروس. ترجیح خوبی کرده ایم. درباره چی گپ میزنیم؟ آراد کرکاریان. که بوده است این آدم؟ ویروسی که از زکام خوب بدتر است. ببین، این روز اولی مکتب رفتنت. در کودکی خیلی شیرین روی بوده ای. دخترم، عذاب اینها رو من هم کشیدم. به اینو بچم کسی صرفم نمیرفت. چنان سر حرکت بودند که هیچ موندن گیر. به خدا راست میگم که نازم. در جایی که آن مرض بود ما اونجا بودیم. در حق من پدروار خدمت کردم که نازی. من آن را هیچگاه فراموش نمیکنم. خیل نگو بچم. تو هم فرزندی ما هستی. کاش که پدر از زنده میبود تو را چنین میدید. بخیر است بچم چی شد؟ با همه که نازیم بگوی آخر. چرا میگوید؟ یا یگون کاری بد شد؟ یکی میخواد به شما چیزی بگوید. مرحمت کند دخترم. اما که نازم، من فهمیدم که آن میزده پدری من نبوده است. پدر یکی دیگر کس بوده است. برای من هم سال هاست که درد سر بود. گفتم که بگویم اما زبانم نگشت. استغفرالله. اما که نازم این خیل نگوید. آن مرد روز چنان نوشیده بود که ناخواست از دهانش برآمد. نفر با نام حسن تو را
به این کس داده است و گفته است که کودک را نگاه کنی با تو این مبلغ را میدهم. به چمون کس پیشتر چنین مستی نمی کردن. پول را دیده دیگر شد به عرق و قیمور سر کرد. چی بدی ها به تو و مادرت نکرد؟ اما که ناظم من پدرم را چطور میابم؟ داند هم تنها همان حسن میداند و خلاص. اون حسن در کجا باشد؟ پس این کیرکاریان بابا برای چی به ترکیه آمده است؟ این آدم دویمی دیاسپورای ارمنی ها می باشد. با ارگن کاندو واخورد. از پای کاری است. مثال؟ هنوز نمیدانم. وقتی که واخورده بودیم فهمیدم که با اجنبی ها رابطه دارد. نگاه مکن که آنها وطن دوست و خدمتگارند. این آدم را میشناسی؟ نه. تو چی؟ نامش یگید سابق سرکمیسر. همین خیلی. دیگر چی میدونی؟ حاضر با پیکس کار میکند. یعنی با ارگن کاندو. حکمتش چی باشد که او را خیلی احترام میکنند؟ عجبا چرا؟ آن طرفش را نمیدانم. پلیس این کشور شمایید. من که پلیس هم. تو کی هستی؟ من خدمتگار شمایم. حسن پس از مرگ آن میزده یک دو مراتب آمده بود. ناراحت بود. بعدا خبر آمد که در بیمارخانه روحی و یا به پرستاران است. در تو سراغش بود کو؟ بود لیکن نیافته استادم. در کجای مونده باشم نمیدونم. اما که ناظم شما را زحمت دادیم. مرحمت این کارت من. لبی یگید عملیات زبین انسرجیان سر می شود. زود به جای کار بیو. فهمیدم می آیم. به کجا می روید؟ خوراک تیار می شود. انشاءالله باز می آییم. من باید روم اما که ناظم. مایلش انتظار می شویم. خوش آمدید. می آیم انشاءالله می آیم. خاله فایدن تا باز دید. باز بیا بچم این خیلی نمی شود مایلش. خوش باشید. انشاءالله می آیم. خیر. خدا یارتان. کجا شدی نجیب؟ شوربا خنک شد. آنا آمدم زنک. دادا کباب بومازه بود. با اشتهایی تو هم؟ خوراک در حقیقت بولازت بوده است. مندو بچه ها را جمع کن مجلس میکنیم. کمی درتر در شعبه میشوم. اف دادا باز همین کار. چی کنم دخترم؟ این بیادب ها آرام نمیگذارند. ما باید این آدم را نیست کنیم. تنها همین کس سند را با ما میارد. چه نقشه است؟ سایه زن و کودکش را از خانهش میبرد. مرد هر روز به کتابخانه میرود. تو هم مرد را از کتابخانه گرفته میاری. و بعد معلوم خودش خانواده‌اش را دوست دارد. سند را با ما میارد. همه‌اش همین. به کسی چیزی نمیشود. کار تازه بوده است. زود همه عملیات را سر کند. خوب بچه ها دیاسپورای ارمنی ها به ترکیه آمده است. فراموش نکنید که قبلا روزنامه‌نگاری را به قتل رسانیدند. شاید این قتل را به سر ما بار کنند. البته که از ما میبینند و در نهایت کار را ترک کرده است. اسلوب کارشان همین. تاجر را جانبداران چپ میکشد، پروفسور را باشد شریعت داران، غیر مسلمان را باشد ملتگرا. سردارم روی خط سپاری شده را تیار کردم با اجازت شما. در جای میبینیم. شهروندانی که ارمنی هستند و اعتبار دارند در بینشون همه هست. روزنامه‌نگار، تاجر، پروفسور. یک لحظه ممدو. تو این آدم رو میشناسی؟ زوین انسرجیان تاریخ شناس روزی گذشته در تلویزیون با مینیک کایا بحث کرده بود. ممدو تو با این کس میشوی؟ اطاعت سردارم. در دستمون دلیل نداریم. از این رو کار رو مخفی میکنیم. با دقت باشید. کسی خود رو معلوم نکند که تعقیبش داریم. فهمو سردارم. پس هم از پی کار.
باز به کتابخانه می روی؟ باید کارهایم را انجام دیم. خیر دادا. تا دیدن. تا دیدن. این مندو هست. معلوم که پلیس از پیش است. یگید زوین از خانه برآمد. دوستی تو هم دنبالش است. با دقت باش. خیلی خوب. با این بهانه دوستم رو هم میبینم. من به خانه میدرایم. رفتیم. پسرم درست را تیار کن. مایلا شوچه. درو بچم. لبای؟ روزتان بخیر باشد. من از شرکت سوغورتوی پیکاس. آیا شما سوغورتا دارید؟ تشکر لازم نمیدونیم. این خیلی نگوید. باز یگان بالا نباید. ناگاه کسی آمده تو را با پسرت ندزدند. جناب شما چه ها گفته ایستاده اید؟ درون درا. شما کیسه؟ سردیت میگویم. این را گیر. مایلاش خاموش باش. خاموش. خاموش گفتم. شما کیسه چی میخواهید؟ چه نمیفهمی؟ خاموش. علم. حاضر. کودک را گیرید. علم گریز. علم گریز میگویم. نزن میگویم. مایده یک. علم. مایده یک. کنی زودتر برو. علم گریز. سردیت. علم. خود را گیر نمیفهمی. مایده. چه میخواهید؟ علم گریز. با پسرم نرسید. این اینجا. علم. مایده. بچم علم. علم. بچم. این کودک کجا شده؟ های 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 های. این کارات خوب نه. کنی اینجا شین. کودک کجا شد؟ دفشم. اسمان چی میخوایی؟ همه جا رو دیدم کسی نیست. حمام رو دیدی؟ نه. تو اینجا باش. یاری دهت. یاری دهت. خدایا توبه. خوب هستی؟ شد. سردیت. هیچ گپ نه. سردیت مرو. هیچ گپ نه. سردیت مرو میگویم. ایست. آرام شو. بچه نقش شو. مایلش هیچ گپ نه. با کجا میبرید مرو؟ سردیت میگویم. چی میخواید از ما؟ سردیت مرو. سری چپ را گذار. آرام شو. کارم رو نبیار. بچم. سردی بچم را.
حیوانی احمق با بچه هم چی کار داری؟ سایه چی کار کردی؟ زن و کودک رو گرفتیم. خیلی خوب، در انبار میبینیم. دیگه نشان ده. نوبتی تو. دوستم در اجرای وظیفه است. ممدوح رو چخیل فریب کنم. استاد چه حال دارید؟ تشکر زیاد. استاد لبای؟ اینجا مردی شبهناکی است. نگاه کنید. چی شد از با این آدم؟ اهمیت دادم که فقط شما را تعقیب میکند. راست میگویی؟ من دیدم استاد وی سلاح هم دارد. سلاح؟ چشمش دایم سوی شماست. باز یکان نیتی بد نداشته باشد استاد. پیش هم با من تهدید کرده بودن. نخواهد. استاد بهتر است شما را از اینجا میبراریم. چگل میبراری؟ من کمکتان میکنم. با من بیایید. مرحمت استاد. راه گردید استاد. با عقیبتان نگاه نکنید. دویدیم استاد. میدویم. این آدم رو کجا میبرید؟ او سلاح دارد. هر دویتان نیستید. استاد چی شد به شما؟ پایم لط خورد. ببخشید. پیش از اون رو نگاه کنید. ببخشید. زودتر. زودتر استاد. و این ماشین از کجا پیدا شد؟ ایست پلیس! با دقت همه گروه ها سبکروی سیاه مرا به کجا میبرید؟ شما کی هستید؟ نترس. تو را به نزد زن و فرزندت میبره. چه؟ هرچی که شنیدی. پس مرا کی تعقیب میکرد؟ پلیس. یعنی آدمی خوب. تو ضرور آید من آدمی بد هم میشوم. فهمیده؟ اینها کجا گم شدند؟ کجا شدید؟ خدایا نیستند. آخر نیستند. در پیش چشممون گم کردیم. این دوستی ما نمی نماید انیق که دیوانه شده است. ما را گم کرد. از من چی میخواهید؟ شما ما را به کجا میبرید؟ استاد کمی صبر کنید. کمی دیگر صبر کنید. همش را میفهمید. آزین من با تو چی گفتم؟ چی گفتم ها؟ ایسه دلتیموس. ایسه دلتیموس. آخی رحم کنید. تو از من چی میخواهی؟ چی میخواهی؟ بیاید و نشان دهد. حالا در راه است.
ба хайр аст саркамисар, чӣ гап шуд? эрсенҷиянро дуздиданд. ҳадаф ҳамон будааст. наход. рақами мошинам сохта баромадааст. доимо як кор. ман ба сардорам чӣ мегӯям? ӯ дар куҷост? ман дарам инҷоям. мендо, чӣ гап шуд? сардорам, одамро аз пеши чашмамон дуздиданд. кез аз ҷоят мендо? кез? ҳоло вақти шӯхӣ нест. чанд маротиб гуфтам ки ҳушёр бошед. инҳо хатарноканд. инҳо зираканд. ва мо бояд аз онҳо зирактар шавем. таслим нашавем. ба як чоҳ ду бор намеафтанд. ақламонро бояд кор фармоем. тамом. якҷоя шавему боз бо як кӯшиши дигар бояд корро анҷом диҳем. биёед. зафир бошаҷон, ту хуб ҳастӣ? дада хуб ҳастӣ бошаҷон? дада аморо аз инҷо халос ман кунед. туро халосат мекунам. бошаҷони ман, натарс, ман туро халос мекунам. ман туро ҳатман халос мекунам. бас кун ҳарзаро. йигит чӣ кор мекунӣ? кӯдакро ба ҳолаш гузор. бе ин ҳам сахт тарсидааст. мари, ҳолат хуб аст? хубам, аммо сахт тарсидам. алопикас, натарс, ман туро аз инҷо халос мекунам. онҳо дар ҳамин ҷоанд. ҳамааш хуб. лекин пояш маъюб шудааст. майлаш, то дидам. хуш омадед. туро дубора дидан чӣ саодатист. чӣ хабар шербача? бисёр хуб. хуш омадед. марҳамат. ту маълум мешавад ки фармоишгари ин кор ту ҳастӣ. дамод рӯгӯи хиёнаткор. ман ба касе хиёнат накардам. шумо аз ҳисоби қатли ом солҳост ки фоида ба даст овардед. на арманистону на туркия фоида ба даст наовардааст. ягона кори кардаатон душманӣ аст. дадаҷон, یگید اینجا بیا کمی گپ زنیم. به این طرف. چه گپ؟ شطرنج بازی میکنی؟ این چه دخل دارد؟ در شطرنج بعضی اسلوب‌ها هست. دقت این نفر را به سوی دیگر پریشان میکنی. با او دام میدهی. مثال افسر، مثال اسب، فداکاری میکنی. چرا؟ برای گرفتن وزیر. منظره دیدت همین است. برای پیشرفت ترکیه بعضا فداکاری در کار است. این سند نباید فاش شود. 5 سال پس با دیگر سند استفاده برده می شود. این زمینی ارمن می خواهد سند را بر وقت برباد دهد. هدفش بربادی است و خلاص. و بازی آنها نمی داریم. مایلش چی که لازم باشد میکنیم. میتوانی شرح و ایضاح ندهی؟ میدانم. امروز پگاه با جای من تو میشینی، فهمیدی؟ تو باید اینها را دانی. لیکن پای مرد سخت معیوب شده است. قدم مانده نمیتواند. سند را چخیل میگیریم. پلیس هم میدوند که ما مرد را دزدیدیم. این کاری خوب نیست. من میدرایم. چی؟ تو خودت میدونی که چخیل مویزت میکنی. این غیر امکان است. غیر امکان. اما کمی وقت لازم است.
در اصل سایه حق است. هزینه وزارت جدی محافظت می شود. یگان نقشه داری؟ آن طرفش کار من. لیکن من یک شرط دارم. چی بوده است؟ به این مرد و عائله‌اش یگان ضرری نمی رساند. با گناهکار چگونه رفتار میکنم این را خودت نقض میدانی. پروا نکن. کار که تمام شد آزاد میکنیم. به پلیس هم خبر نمیدهیم. او همه خویش تباری در ارمنستان بودش را میداند. کمی ترسید. خوب. پس همش فهمم. وقتی زیادتی نداریم. کار را کی تمام میکنید؟ همین شب. امروزها حساس شده است. مرد سری فرزندش وسیله کرد وای قریب گریه کند. تو حیات اثر گذرانده او را از 10 یکش را ندیده ای. او را احترام بکن. دوستان شما را برای یک جلسه مهم جمع کردم. ببخشید. گاب زن پیکاس. عالم با عائله‌اش در دستی ماست. امشب سند را میگیریم. خیلی خوب. کار را دیده برایت. مرا نزد دوستان شرمنده نکنید. خواطر نشوید سردار، حل میکنیم. امیدواریم. سردارم خبری مهمی است؟ بله. یک خبری خیلی مهم است. دشمن اشدیمان را مرده میدونستیم اما امروز فهمیدیم که زنده بوده است. نام دشمن چی بوده است؟ مردوین. او زنده است. دعوا و روزنامه همه کار ما را به عاقب زد. مردوین همه اسرار را میداند. همه قدم زنی های من را تخمین میکند. دانسته ماند که برای مانعی نقشه من هرچی از دستش آید میکند. سردارم شما از این مطمئنید؟ البته مطمئنم. شبه ندارم که ایکته را او نساخته باشد. این پیشروی بزرگ است. به این خاطر هممون باید به دقت باشیم. کار مرد ایون نفره را به گروه ما شامل کردن است. اگر دانم که بینمان خائنی هست سرش را با دست خودم جدا میکنم. گفته های من همین قدر است. میتوانید برایید. یک سال می شود که بچه‌ام را دادم. آوازش هنوز هم در گوشم، بویش در دماغم. نمیدانم که حسن او را به کی داده است.
مطمئنم که به یگان عائله خوب داده است و او هم خوشبخت است. پدر در کجایی؟ اکنون پیدا شو آخر. کیست در اینجا؟ کیست؟ تو کی هستی میگویم؟ کی در اینجا؟ حافظ. حالا هم همین جای خرخان چی شده است؟ سردارم مسئله مرد ایوین مرا کمی به اندیشه آورد. یگان چاره ای نمیبینیم؟ البته میبینیم. سردارم البته یگان فکر کرده اید. اول او را میابم، بعد زیر 7 قبط زمین گور میکنم. نقشه همین. میفهمم سردارم، من نقشه کارکرد را در نظر داشتم. لازم که شد میفهمی. پس با اجازه شما. ثابت مرا گوش کن. پیشروی جدی هست. امشب در جای سردار وا میخوریم. میلش. آواز خان، تو کی هستی؟ از کجایی؟ از کجا آمدی؟ به کجا میروی؟ کنی قصه کن. مرا دانستن چی لازم؟ یک مرد غریبم. تو همه وقت یک معمایی. چنان می نماید که قصه خوبی داری. عائله نداری؟ زن یا فرزند؟ یک پسر داشتم. اگر زنده می بود در سن سال تو میشد. چی شد با او؟ مرد مگر؟ خاموشی. زخم قلبت را تازه کردم. صحت نشده بود این جراحت. روزی 1000 مراتب از فراق میمردم. جدا شدیم، کودک بود. یک نگاه داشت که حالا از پیش چشمم دور نمیشه. با دستان خوردش با انگشتش چنان میداشت که گویا میگفته باشد مرحبا پدر، مرا ترک نکن. نرو پدر. پس چرا ترکش کردی؟ اجابت گویم. اجابت بوده است. چگونه کودک خردسال را از خودت دور کردی؟ گفتم کن اجابت بود. آواز خان، من هم بی کس کویم. گوش کن چی میگویم. من به تو پسر میشوم و تو به من پدر. به درد یک دیگر درمان میشویم. چی گفتی؟ و نزدیکان تو چی شده است؟ مادرم وفات کرد. پدرت زنده است؟ نه. چیکار میکرد وظیفهش؟ مردی میزده بود. بیا گپ نمیزنیم. گفته بودی که صاحب این امارت مرد گفتنی آدمی بوده است. کمی درباره او قصه کن. یک سروده بود. مولانا رو دوست داری، زخمم رو مکشوی دوست. همین رو میگفت. جامه بر کتف میپرتافت و در دست قیچی. بیشتر اینجا باغچه گل بود. گل ها میشکفت. در دست قیچی و در زبان سرود. با کسی گپ نمیزد و با خیالات میرفت. ای حافظ، نامش را چگونه در یاد نداری؟ نه نپرسیدم. او هم نگفت. پس شنیدم که مرده است. نمیدانی چه خیل مرده است؟ طبق گفته ها رفیق نزدیکش با کرد در پشتش زده است.
این باز یک قصه دیگر است. ببخش من حاضر. الو یگید در کجایی؟ برای عملیات تو را انتظاریم. شد حاضر من می آیم. حافظ حافظ باز کجا گم شد؟ آه خدا. گوش میکنم. سردار قراخان میخواد که هرچی زودتر با شما واخورد. چی شد؟ گفتنی ها دارد خیلی مهم. درباره مرد ایوین بوده است. مایلش با مکان من بیایید. درباره مرد ایوین چی گپ ها؟ این آدم رو تو میشناسی؟ بله تاریخ شناسی ارمنی انسرجیان. باز او طالب صلح است. یکی از طرفدارانی مناسبت‌های ترکیه و ارمنستان می باشد. فهمو باز چی؟ باز این آدم مواد خوبی دسترس کرده است. خلاصه تاریخ شناسان راجع به قتل عام بوده است. بله همینطور. انا در همون کمیسیا یک سند پیشکش می کند که همه دعواها را ساکت می سازد. سند قتل عام دیاسپورا. شما چرا همه اینها رو میپرسید؟ ما هم بعضی چیزها رو میدونیم. یا اینکه برای یگون کار شده است. گوش کن میمدو، اگر چیزی دونی به من بگوی من نویسم التماس. پنهان نکنم و چی کار کنم؟ چی با تو بگویم چی در تلویزیون در پخش زنده بگویم فرقی ندارد. خرچی شده است بگوی من نویسم. مندو گروه را آماده کن میرویم. چی شو سردارم؟ من فکرم یافتم. فهمو سردارم. رانو رو گسل کرده میایم. گوش کن ممدو، تو نگوی به هیچ کجا نمیروم. مرحمت. کنی رفتیم. زوین کاری بیرون از نقشه رخ داد. پایت معیوب شد. به جای تو سند رو یگید میارد. البته برای در آمدن کلید و برای خزینه را کشادن رمز لازم است. من یگان رمز نمیدونم. نراز. یک بار دیگر فکر کن. شما قاتل هستید. شما آدم نیستید. یا رمز را میگویی یا فرزندت را همینجا در پیش چشمت میکشم. یک نو شنیده بودم که ترک ها دانش عملی دارند، اما چنینش رو یکم بار شاهد شدم. دوستانت را دعا کن. اجازت زندگی کردن را دادند وگرنه جسدی تو را نیز میافتند و در روزنامه ها ثبت میکردند. ما تیاریم. رمز را گرفتید؟ 99199. کلید؟ در کیسه چپ. سایه ما میبراییم. با شما برای کار. گوش کن مندو، به خدا نمی نویسم التماس بگو. ننوشتنی تو برابری 8 قسم داستان است.
маро наранҷум. беҳтараш гӯе ки ӯро рабудам ягон кор кардам. ниёзӣ биё ба инҷо. лабай саркомиссар, ин хонумро барои ба маъмур итоат накарданаш ҳабс кун. итоат. ниёзӣ, саркомиссар, рутбаи шумо болотар аст. ин шараф зеби шумо дорад. ниёзӣ, ту ҳам итоат намекунӣ? медонӣ ки ҷои маъмурони айбдор дар куҷост? собр кунед. ба фикрам сардорам маро фарёд дорад. туро ҳар кас ки дид аз ғайб ҳар чӣ мешунавад. хайр раъно, ба худо кор бисёр рав. худои тавба. хуб майлаш. агар ягон чиз маълум шуд аввал ба ман мегӯӣ, ман менависам. ваъда медиҳӣ? ваъда медиҳам. рав. хуб майлаш. чӣ нақша доред? чӣ хел ба дарун медароед? ногаҳон таҷҳизот аз кор мебарояд. мо ҳамчун кормандони техникӣ кӯмак мекунем. санад барои мо хеле муҳим аст. бо диққат бошед. санад имшаб дар дасти ту мешавад. хайр, рафтем. сардорам, чизе дастрас кардем? мемду, ба фикри ту чаро ӯро накуштанду рабуданд? маълум ки истифодааш мебаранд. бале, санадро гирифта месӯзонанд. барои ҳамин диаспора зиёрати эркинконду кард. санад дар хазинаи вазорат аст? ман ба оғои зеки яҳё гап мезанам. ягон воқеа ношуда ба хазина рафта санадро мегирем. фаҳмо сардорам. ва қарохон мехоҳад ки ҳарчи зудтар якҷо нишинем. сардорам, писагор имрӯз ҳамаро ба маҷлис даъват кард. мавзӯъ чӣ аст? марди вин зинда аст. ин хабар ҳақиқат надорад. агар ваҳшати писагорро медидӣ, рост ё дурӯғ буданашро мефаҳмидӣ. аз куҷо фаҳмидааст? ҳанӯз намедонам. далели зинда будани марди винро дар ҳастии икате медонад. ё ҳайратзада шуданд ё дом мегузоранд. агар ин хабар рост бошад, хеле хуб. сардор, мумкин ӯро ёбем. шартамонро мегӯем. мумкин ҳамроҳ шавад. сардорам, шумо ягон чӣ намегӯед? сардорам, фаҳмед охир, зинда будани марди винро ҳамчун дом истифода мебаранд ва морро рӯи замин мебароранд. эҳтиёт кунед ба дом нафтед. охир сардорам, гуфтаҳои писагор ягон зарраи нишонаи дурӯғ надошт. шумо масъалаи марди винро фикр накунед. барои хато карданамон овоза паҳн карданд. эҳтиёт бошед. боварам намеояд. он вақт аз шумо иҷрои гуфтаҳои маро хоҳиш мекунед. бо диққат бошед. куҷо шуданд инҳо? боз навбатдорӣ мекунем. ҳозир бояд биёянд. соя, дар ин ҷо чандин нохил аст. кадомашро бурам? як лаҳза ид. сими хокистар рангашро бибур. бале, ҳамонашро. оҳ, чӣ шуд? ҳамаи наворҳо гум шуд. ҳафтаи гузашта санҷида буданд. ё худои худовандо, тасвире пайдо намешавад. хизмати техникиро ҷиғ мезанам, омада бинанд. наворҳо тамом. ҳозир дар ваҳшат афтодаанд. камтар пас хизматрасонии техникиро занг мезананд. рӯбарӯяшон мо мебароем. садо рафт. телефон доранд. системаи эҳтиётии адмаҷа хизматрасонии техникӣ чӣ мехоҳед? аз хазинаи вазорат телефон дорам. таҷҳизотҳо кор намекунанд. ба таври оҷилӣ хоҳиш мекунам. зуд хизматрасонии техникиро равон мекунам. гурӯҳ дар наздикии шумо аст. фаҳмо. ин тарафаш шуд. акнун навбати ту. ман тайёрам.
сардорам иҷозат шуд? با آقای دادستان گپ زدم لازم شود سند را دیگر جا میگذاریم. آمد. شماتان بخیر. اینقدر تیز آمدید؟ آخر تعجیلم گفتید؟ حجتهایتان را دیدن ممکن؟ البته. مرحمت. شد. چی گپ شد؟ خود به خود تصویرها از آینه ناپدید شدند. فهمیدم. اتاق تجهیزات اداره کننده را دیدن ممکن است؟ من میبرم. بیا رفتیم. بیایید. انا همینجا. وقتی زیاد میگیرد. حالا میبینیم. کدام قطعه‌اش باشد نمیدانیم. از کجا دانم؟ یکی از همینها بودگیست. کنی ببین؟ تو کمی دم گیر برادر. مرا میشنوی؟ بله در درون به خطری حل شد. فهمم. از اتاق برو. به طرفی راست رفتن گیر. با بالا برو. فهمم. نگفتید که خبری اومدن دیاسپورا رو از کی فهمیدید؟ از ثابت. عکس ها را هم او نشان داد. معلوم می شود که کته کاری ما رو دشوار میکند. آنها آدمان خوبند، هم عقیده های مایند. اکنون بدان که در عکس های نشان داده ثابت باز کی بود؟ تخمین کردن دشوار نیست. یگید بود؟ خودش. میم دو کار بد شد. پیکس از یگید چیزی را پنهان دارد. یگیدی که من میشناسم به دام آنها با آسانی نمیافتد. راستیگه من هم از وضعیت نه آنقدر با خبرم. وقت کم مونده است. یگید حقیقت را میفهمد. انشالله. کاش پشیمانی آخر فایده کند. سایه تو مرا میشنوی؟ بله من در بالایم. ایستو در کدام اتاق بودنش را میگویم. انتظارم. در کجا بودید؟ باز نیم ساعت دیر کردید. من آمدم. نیجا کجاست؟ کمتر پیش از خدمت رسانی تکنیکی نفری اومد. او را برد. با تلفن صدا کردم نشونید. من رفته بینم دیر شد. بیچاره خانه رود. زودتر باش زودتر. حالا هم نیافتی. زود. در آخری راه رو از راست اتاق دویم. فهمم میدرایم.
99199 شاد. نجا خوب هستی نجا؟ نفر بدرون در آمده است، نفر بدرون در آمده است. نجا خوب هستی؟ آنها همینجا. همه جا آرام است؟ رفته یک بینیم. خوش. 99199 بسیار خوب. این کار از تخمینمان هم آسان‌تر شد. در اینجا شیگاه. شما کی هستید؟ من سردار شعبه این برزه بر ضد ترور نجیب یلمز. در وقتش آمده. نفر در آمده است. جین زند همینش نمی رسید.